رئیس اختطاف شده دفتر صلیب سرخ در کندوز پس از 28 روز از چنگ ربایندگان آزاد شد. عبدالحمید حمیدی قماندان امنیه کندوز شام روز یکشنبه به رسانه‌ها گفت که خام کارلوس رئیس دفتر صلیب سرخ در کندوز را که 28 روز قبل از مسیر کندوز علی‌آباد توسط افراد ناشناس اختطاف شده بود از اثر سعی و تلاش منسوبین این قماندانی دوباره رها شد. از 28 روز از جنگ اختطافچی رها شد و امروز به مسئول دفترشان که در کندوز است به رضا تسلیم داده شد. آقای حمیدی بیان نمود که این تبع هسپانوی را به دفتر صلیب سرخ در کندوز تسلیم نمودند، اما در پیوند به این قضیه تا هنوز کسی بازداشت نشده است. وی علاوه کرد که همکنون وضعیت صحی کارلوس خوب نیست، اما هنوز هم در مورد اختطاف وی تحقیقات ارگان‌های کشفی و استخباراتی جریان دارد. شماری از کارمندان داخلی و خارجی دفتر صلیب سرخ در کندوز به هدف تسلیمی آقای کارلوس به قماندانی امنیه این ولایت تشریف آورده بودند و هنگام تسلیمی وی از منسوبین این قماندانی در خصوص رهایی همکارشان سپاسگزاری کردند. مردمی که برای شدن همکار ما کمک کرد. مهمترین چیز فعلا برای ما این است که او امن باشه، در خانهش باشه، تماس با فامیلش بگیره و باز همین است که دکتر ما دکتر جبر بررسی کند که صحتمند است و مشکلات صحی ندارد. بر اساس معلومات کمیته صلیب سرخ در افغانستان کمک به اسیران جنگی، عرضه خدمات توانبخشی به معلولان، ارائه خدمات صحی به قربانیان جنگ، توزیع مواد غذایی و غیر غذایی به خانواده‌های نیازمند، کمک به بجا شدگان داخلی و در بخش خدمات آبرسانی فعالیت می‌کند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.